دکتر اونجا برو داخل. دکتر دور بزن برو داخل از اینجا زودتر. وایسین دکتر بره. دکتر بفرمایید. آقای دکتر بفرمایید. دکتر بیاد. برید داخل. بیاد بیزایده. از میره. میدیم شما نگیر. میدیم. فیلم میدیم. شعر خواندن. ابو علی سینا اینجا دفن شدن. قبر ابو علی سینا همین اینجا هستش. اینجا 74 سال پیش بازسازی میشه توسط مهندس هوشنگ سیمون. وقتی که اینجا داشت دوباره ساخته میشد، اون بنایی که مربوط میشد به 150 سال پیش و فرسوده شده بود اون خراب میشه، نبش قبر صورت میگیره و جمجمه ابو علی سینا و استخوان‌هاشون بعد از 1000 سال از زیر خاک بیرون میاد. جمجمه و استخوان‌هایی که پیدا میشه توی یک جعبه مخصوص میذارن، مهرموم میکنن و اینجا دفن میشه. دوستشون ابو سعید دخدود که دوست همدانی ابو علی سینا بودن و این بنا خونه ابو سعید دخدود بود، الان اینجا در کنار خود ابو علی سینا دفن شدن. اینجا ما 12 تا ستون میبینیم که هر کدوم از این ستونها نمایانگر علمهای مختلفی هست که ابو علی سینا این علمها رو میدونستن. علمها ریاضیات، طبیعیات، الهیات، خلقیات، تصوف، فلسفه، حکمت، منطق، نجوم، سیاست، موسیقی، عرفان، تهذیب النفس، روانشناسی، رگشناسی، ادبیات، کیمیا، جغرافیا، فیزیک، زیست شناسی. ابو علی سینا این علمها رو توی سن 16 سالگیشون همه اینها رو بلد بودن و وقتی که 18 سالشون میشه ابو علی سینا همه این علمها رو فقط دوباره مرور میکنن. 1074 سال پیش، سال 370 هجری قمری، ابو علی سینا روستای افشنه از توابع خرمه‌زن بخارا متولد شدن که بعدها بخارا از خراسان جدا میشه و میشه جزء ازبکستان امروزی و افشنه میشه جزء تاجیکستان امروزی. تا 22 سالگی ابو علی سینا بخارا یا همون خراسان میمونن. 22 سالگی محمود غزنوی به خراسان حمله میکنه و ابو علی سینا ناچارن بخارا رو ترک میکنه، میره به سمت گرگان که پایتخت حکومت خوارزمشاهیان بود. در اونجا ابو علی سینا با ابو ریحان بیرونی آشنا میشن و خیلی دوست صمیمی میشن با هم دیگه. بعد میرن به سمت ری. یک سالی ری میمونن، از ری میان قزوین، از قزوین میان به سمت همدان. 9 سال توی همدان زندگی میکنن ابو علی سینا و وزیر شمس و دوله دیلمی میشن. توی همدان وزیر میشن و وقتی که وزیر میشه ابو علی سینا مورد حسادت درباریان قرار میگیره و برای ابو علی سینا دستیسه درست میشه و ابو علی سینا زندانی میشن توی توی فراهان امروزی. 4 ماه زندانی میشن و وقتی که از زندان آزاد میشن دیگه همدان نمیمونن، میرن به سمت اصفهان. 14 سال میشن وزیر الله و دوله کاکویه. 450
28 هجری وقتی که ابو علی سینا 58 سالشون میشن داشتن می اومدن به طرف همدان. خود ابو علی سینا بیمار میشن، دچار بیماری بلند یا سرطان روده. 58 سالگی ابو علی سینا از دنیا میرن، فوت میکنن و اینجا خونه دوست همدانیشون به نام ابو سعید دختوش بود که خود ابو علی سینا خونه دوستشون هم اینجا دفن میشن. شما دور تا دور این بنا شعرهایی رو مشاهده میکنید که به نام عینیه در باب فلسفه که ابو علی سینا اینها رو به عربی گفته و روی 40 تا لوحی که جنسشون مرمر هست اینجا درست شده و اینجا کار گذاشته شده. توضیحات من اینجا تموم شد. ما میریم سالن‌های بعدی. با من تشریف